روزگارتون بخیر باشد بینندگان و هواداران شبکه فوتبال. گزارش بعداً دسته عمان در دور دوم غلبه‌اش را تسجیل کرد و اکنون حالا در دور چهارم با پیشرفت جدول مسابقات بود. و همین ترتیب اگر به جدول مسابقات هم نظر افکنیم، کره شمالی حالا با کسب 7 چهارم عمان باشد در زین سیم است بنابر تفاوت توپ‌ها. میدان چوی کوک اکنون اینجا توپ را به هم دستایش پس میدهد و بازی هم از مرکز میدان شروع میشود. بازی می‌بینید دستای عمان و کره شمالی آرون پیلایی و در کنار چپ و شاید امکانیت برای بازیگران دسته توجه می‌گذارند بازیگران دسته کره شمالی. فرصت بسیار خوب به میان آمد. در نزدیک صورت گرفته ایستادند در گروه جی در لاوس بازی دویر شده ایستادند. امکانیت برای بازیگران کره شمالی و باز می‌بینید که توجه دسته چیبینا به خط حمله اینجا بیشتر است و امکانیت خوبی بود. فرصت خوب بود برای بازیگران دسته کره شمالی و فرصت برای بازیگران دسته کره شمالی باید متوجه میشویم اینجا برطرف میکنند دفاعگران در موقع پاک ایلکوان که در کنار چپ چگونه حالت خوبی گلزنی بود برای بازیگران دسته کره شمالی. فرصت برای بازیگران عمان به میان میاد. ضربه هم زده میشود و توپ بالای دروازه برمیخورد. فرصتی دیگر برفت، توپ وارد دروازه نمیشود. توپ را به خوبی بازیگران دسته عمان ضربه هم زده میشود از جانب دسته کره شمالی توسط کنار چپ. ارسال به داخل جریمه. فرصت است برای بازیگران کره شمالی و اینجا موفق نمیشود. گذرت و اینجا پاسی اولی را هم میدهد و هم دستش. فرصت است برای بازیگران دسته عمان. ضربه و توپ چگونه وارد دروازه نمیشود. اصلا هفتید بازیگری دسته عمان در داخل جریمه کوی کره شمالی. فرصت برای بازیگران عمان به میان میاد. ضربه و توپ تیری دروازه برمیخورد. یک ضربه دیگر و توپ وارد دروازه نمیشود. فرصت برای بازیگران کره شمالی باید متوجه میشویم کاپیتان دسته ضربه او و توپ وارد دروازه نمیشود. چی فرصت بود برای بازیگران دسته عمان باید متوجه میشویم. ضربه هم زده میشود. جلب کرد اینجا فیصل الحدیدی و بعدا ضربه زد. ضربه زده او را دروازه‌بان آن هیل ریونگ داشته گرفت. فرصت برای بازیگران دسته کره شمالی. توپ وارد دروازه شد یا نه؟ به نظر میرسد که توپ وارد دروازه شده است و متوجه میشویم که چگونه اینجا حالت به میان آمد. توپ را به داخل جریمه‌گاه ارسال کرد کیم سی جین. عبدالله الجبری توپ را برگردانید. توپ به پای کاپیتان دسته عمان. ارسال به داخل جریمه‌گاه. باید متوجه میشین که از این فرصت چگونه استفاده بردن نمیتوانند بود. توپ به پهلو و تیر دروازه برخورده وارد میدان نگردیده بود. فرصت دیگر برای بازیگران دسته کره شمالی. چگونه ضربه توپ بازیگران دسته کره شمالی باید متوجه میشیم که چگونه این فرصت را استفاده میکنند بازیگران کره. از ضربه هم زده میشود. سیفیولی از جانب عبدل. فرصت هست برای بازیگران کره شمالی با توپ سالا یوسونگ. امکانیت هست ضربه و باز هم سیفیولی از جانب عبدالله الجبری. همین طور است که داور هندوستانی